ماهی از سرنگونی حکومت اسد در سوریه گذشت، توجه جهانیان به رویدادهای سیاسی این کشور فزونی یافته. تا ببینند که چه نوع حکومتی ظاهر خواهد شد، احمد شر رهبر هیئت تحریر شام که جلودار سرنگونی حکومت اسد بود در حال پایه‌گذاری حکومت نوینه. با توجه مضاعف به نهادهای نظامی و دفاعی در این فرایند، اون چه پیش از همه و بیش از همه جلب توجه کرده انتصاب 6 جنگجوی خارجی به مقامهای بلندپایه‌ای وزارت دفاع و همینطور ارتش. گفته شده که این خارجی ها از جمله آلبانیایی اهل مقدونیه، اردنی، ترک و اویغور و تاجیک هستند. بنا به گزارش‌ها، سیف‌الدین تاجیبایف که در تاجیکستان به ظن شرکت در جنگ‌های خارجی و همدستی در اعمال تروریستی تحت پیگرد قرار داره، اکنون رئیس ستاد عملیاتی وزارت دفاع سوریه است. او پیش از این فرمانده شاخه نظامی گروه جماعت توحید و جهاد بود که بیشتر اعضای اون از کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان هستند و در زیر چتر هیئت تحریر شام علیه حکومت بشار اسد می‌جنگیدند. آقای تاجیبایف پیشتر از اون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهرستان سپیتامن استان سغد تاجیکستان بود و گفته شده که 12 سال پیش از مقامش کناره‌گیری کرده و به سوریه رفته. حضور تاجیک‌ها و در کل خارجی‌ها در دولت نوپای سوریه به چه معناست؟ آیا برای کشورهای زادگاه آنها هم تبعاتی خواهد داشت یا نه؟ آیا تلاشی است برای اثرگذاری بر کشورهای مسلمان دیگر یا نه؟ پیش از تحلیل موضوع با کارشناسان گفتگوی داشته باشیم با محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برلین آلمان. درود بر شما آقای کبیری، امیدوارم خوب و خوش باشید. این که سیف‌الدین تاجیبایف، یکی از اعضای ارشد پیشین حزب شما که 13 سال پیش در رأس حزب نهضت اسلامی در شهرستان سپیتامن استان سغد تاجیکستان بود، حالا یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع سوریه هست، برای شما خبر خوش بود یا بد؟ درود بر شما و بینندگان شما. نمیتونم گفت که خبری خوش است یا خبری بد. خبری خوش به خاطر آن است که یک شهروند تاجیکستان باید در وطن خود باشد و به هر مقامی که میرسد باید در وطن خود، در ارتش خود و برای وطن خود خدمت کند. اما اینکه یک هموطن ما توانسته است در چنین یک شرایط از خود قدرتمندی را به نمایش بگذارد که به این مقام رسیده است، البته در شرایط امروزه جهانی که تاجیکان معمولا برای مثال مهاجرین ما در روسیه اکثرا زیر فشار و شکنجه و تحقیر و تهدید هستند، در یک گوشه دیگری دنیا می‌بینیم که یک مهاجر دیگری تاجیک به یک مقام بلندتر رسیده است، بگذار در سوریه جنگ زده هم باشد. و مهم نیست از چه راهی، برای شما مهم نیست که از چه راهی، از راه عضویت در گروه‌ها و سازمان‌هایی که خیلی از کشورها تروریستی می‌دونند؟ حالا ببینید، میایم به این موضوع که واقعا سوال خیلی مهم است که از چه راه این افراد به سوریه رفتند و چرا چنین شد. شما هم در گزارش در مقدمه گفتید که ایشان قبل از آن که به سوریه بروند یکی از مسئولین حزب ما در تاجیکستان بود و بنده خوب ایشان را هم میشناسم و سالهای 2012 ایشان داوطلبانه از صفوف حزب بیرون شد و تقریبا بعد از یک سال خبر رسید که ایشان و یک مجموعه دیگر از تاجیکان از آن جمله پیروان حزب ما هم در سوریه، عراق و دیگر کشورها بودند. چرا چنین اتفاق افتاد؟ بعد از ظاهرا در اعتراض به ریاست شما، به رهبری شما ایشون رفت بیرون اومد از حزب نهضت اسلامی. من فکر نکنم که در اعتراض به شخصا به ما باشد. بیشتری مسئله اون بود که در اعتراض به سیاست‌هایی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اون سالها می‌گرفت، این یک نمود اعتراض بود و به سیاست‌های کلی حکومت جمهوری تاجیکستان. به خاطر آنکه وقتی که فشارها بالای نهضت، بالای دین، بالای اپوزیسیون در مجموع آغاز شد، یک قسم زیاد از اعضا و پیروان ما انتظار آن را داشتند که نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از همه تلاش‌ها برای گفتگو، دیالوگ و استفاده مکانیزم‌های حقوقی دست به اعتراضات، دست به اقدام‌های جدی‌تر بزند که رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اون زمان این آمادگی را در خود ندید و این را برای امنیت کشور یک خطر می‌دانستیم و برای ما حفظ آرامش، امنیت اولاتر از آن بود که دست به یگان اقدام اعتراضی بزنیم. و اما افراد دیگر هم بودند، تعدادشون هم اندک نبود، که گروهی رو به اسم انصارالله که حتی در افغانستان به اسم طالبان تاجیکستان هم شناخته میشه شکل دادن و تعداد بسیار زیاد از اونها از نهضت اسلامی تاجیکستان هستند. شما به عنوان رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان آیا احساس مسئولیت میکنید که چنین گروه‌هایی
میشه گفت از بطن نهضتی که شما و همینطور در واقع اسلاف شما را انداختند در رأس اون قرار داشتید و دارید. ما چرا باید احساس مسئولیت کنیم وقتی که رهبریت گذشته و امروزه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تمام گروه‌های اسلامی مسلح رو در یک چارچوب قانونی و قانون محور خلع اصلاح کرد و وارد یک مرحله عملهای مصالحت‌آمیز در تاجیکستان کرد. این حکومت جمهوری تاجیکستان باید احساس مسئولیت کند، از آن جمله کشورهای کفیل صلح مثل روسیه، ایران و سازمان ملل متحد که اینها نتوانستند این پروسه صلح را حفظ کنند و در نتیجه بخش زیاد از جوانان تاجیک از آن جمله اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از روند مصالحه و نتیجه های آن دلسر شدند و این اعتراض تنها به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نبود، بلکه یک اعتراض به رهبریت کشور و به سیاست‌هایی که در تاجیکستان عملی شد. برعکس اینها ما نه تنها احساس مسئولیت نمی‌کنیم، اینها ما را ترک کردند، اینها با سیاست‌های مصالحت‌آمیز ما اعتراض کردند و کشور را ترک کردند. خب با این توصیف که شما کردید چه چشماندازی رو واقعا ترسیم می‌کنید برای تاجیکستان؟ چون می‌بینیم که در بیشتر از این حملاتی که صورت می‌گیره به عنوان تروریستی هم معرفی میشه تاجیک‌ها دست دارن. در خیلی از این جنبش‌هایی که در واقع تروریستی شناخته میشن توسط خیلی از کشورها تاجیک‌ها هستند. فکر می‌کنید که تاجیکستان به کدوم طرف داره جلو میره؟ تاجیکستان به سمت یک بحران عمیق دارد حرکت میکند، بحرانی هم اقتصادی سیاسی و پیش از همه بحران تروریسم، به خاطر آنکه سیاست‌هایی که حکومت تاجیکستان روی دست گرفته است غیر از این دیگر نتیجه به بار نخواهد آورد. شما حتما در جریان هستید که سال 2012 سال 2013 وزارت کشور تاجیکستان با فخر آمار را پیشنهاد میکرد که در تمام گروه‌های مسلح منطقه چی در عراق، سوریه و افغانستان تاجیکان از همه کمتر هستند. اما بعد از این سرکوبگری ها که از سال 2011 شروع شد در مدت 3-4 سال شماره تاجیکان در مقایسه با ملت‌های همسایه در تمام این گروه ها از همه بیشتر بود و این نتیجه اون سرکوبگری های حکومت رحمان چی علیه نیروهای معتدل دینی و نیروهای سکولار دموکرات و روزنامه‌نگاران و ادوکات ها بود. در مجموع ببینید ما باید دو دسته جدا کنیم. یکی اون دسته از افرادی که در گروه‌های مثل داعش خراسان و القاعده اینا هستند و یک دسته از اعتراضگران یا کسانی که پیوستند به سازمان‌های مثل هیئت تحریر شام و امروز در سوریه قرار دارند. من به این باور نیستم و به این نظر موافق نیستم که ما همه اینها را در مجموع با یک دید ببینیم. باید که جدا کرد که تا کجا کدامی از اینها برای امنیت و آینده تاجیکستان خطر دارد، کدامی از اونها نه. سپاسگزارم آقای کبیری، محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برلین آلمان. متشکرم.